سر و صداها درباره به روسیه واگذار شدن پالایشگاه‌های نفت قزاقستان خیلی پیش از اظهارات رسمی پیدا شده بود. رستم احمدوف، معاون رئیس آژانسی حفظ و رشد رقابت‌پذیری در این کشور، در جلسه گفت دولت صاحب ملک خوب نیست. بنابراین به قول او تصمیم شد که سهم کارخانه‌های کارکرد نفت اتیراو و پاولادار خصوصی کرده شوند. با گفته احمدوف، حکومت قزاقستان این پیشنهاد را دستگیری کرد. ما تجربه موفق کار پالایشگاه چیمکنت را دیدیم. 50% درآمد از مالک آن است و از همه مهم آنجا طرز اداره‌کنی خصوصی راه اندازی شده است. یعنی یگان منصبداری دولتی نیست. سطح صدمه‌های تکنولوژی چند مراتب پایین رفته است. طبعا کارهای تعمیری هم کم شده است. کارشناسان میگویند بخش مشترک با دولت میخواهد کار خود را سبکتر کند، اما پیشگویی هم نمیشد که مالک اصلی بسته سهمیه‌های اداره دو کارخانه مهم استراتژی کی خواهد شد. پس از نشر گزارش‌ها درباره خصوصی گردانی کارخانه، خبرنگاران مستقل بیشتر از شرکت تاتنفت روسیه یادآور شدند. یعنی شرکت کازمونای گاز قزاقستان الکی با خریدار موافقه کرده اجازه دولت را هم گرفته بود. خصوصی گردانی سهمی کارخانه پاولادار و اتیراو این پیشنهادی آژانسی حمایت و رشد رقابت‌پذیری است. کازمونایگاز صنعت نفت و کیمیا را در کشور با سرعت رشد می‌دهد و امکانیت‌های همکاری را با شریکان برای استحصال زنجیره‌ای باز می‌کند. بنابراین شرکت‌های گوناگون از خارج دور و نزدیک از جمله شرکت تاتنفت در بررسی است. اگر سرمایه‌گذار تاتنفت باشد، پس اداره کارخانه استخراج نفت اتیراو هم در اختیار آن قرار می‌گیرد. روس‌ها اکنون نه فقط به بخش مالی بلکه به ویژگی‌های فنی استحصالات هم دسترسی خواهند داشت و درآمد برابر تقسیم می‌شود. اقتصادشناس رسول رسمنبتوف میگوید پیشتر طرزهای دیگری چنین معاملات وجود داشت که در آن شرکت‌های تحریم شده سهم داشتند. فکر میکنم لوکویل به ما بورگاس، کارخانه کارکرد نفت در بلغارستان را میدهد. در عوض ما به آنها کارخانه اتیراو را. عموما ما به دست خود انشاءاتمون را به ویرانی میرسانیم. باید شرکت های دیگری خارجی را جلب کنیم. میشود مثلا یگان کارخانه سنگاپور را جلب کرد، ولی آنجا گرانتر خواهد بود. این نخستین چنین سازشنامه بین تاتنفت و کازمونایگاز نیست. سال گذشته شریکان حق اداره شرکت کراتون اپریتینگ را با هم تقسیم کردند. این شرکت در مرز ولایت‌های اتیراو و منگیستاو کربوهیدرات تولید می‌کند. یک مسئله دیگر همچنان ناروشن مانده است. اگر شرکت تاتنفت پالایشگاه نفت قزاقستان را برای پر کردن بودجه روسیه که پول آن برای جنگ در اوکراین صرف خواهد شد استفاده برد، پس میتوان کارخانه را هدف نظامی نامید و آیا خطر حمله با سرنشین به قزاقستانی ها هم تهدید خواهد کرد یا نه؟